در سایت اینترنتی آمازون رمانی نوی نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی همسر سرکش به زبان انگلیسی به فروش گذاشته شده است. این اثر از جانب مؤلف نوشته شده است که سالهای 2000 در تاجیکستان زندگی کرده از نزدیک با زندگی مردم محلی به خصوص زنها شناس شده است. قصه همسر سرکش درباره زندگی روزمره نرگیس، زن نقل میکند که بدوشش بار زندگی یک خانواده افتاده و تنها تامین کننده روزگاری عائله‌اش می باشد. خود نویسنده این اثر را یک رمان اجتماعی از روزگار زنان تاجیک مینامد که در سیمای یک قهرمان وضع عمومی زنان را در این کشور دچار مشکلات بیکاری، نبود شرایط مساعد اقتصادی و دسترسی به نیروی برق و آب بازگو میکند. نویسنده آنیکا میلیسیک ستینلی که سالهای 2007 و 2008 همراه با همسری کارمند سازمان بین المللی‌اش در دوشنبه زیسته است، با برداشت از زندگی در دوشنبه اثرش را انشا کرده است. خانم آنیکا میلیسیک ستینلی در خط ارتباط ویدیویی با سکایپ با ما شهر روم ایتالیا میپیوندد. سلام آنیکا، کتاب مبارک. درباره این اثر خود بگویید که چی طور شد که شما در فکر انشای این قصه قهرمانی شدید که فکر میکنم بازگو کننده تقدیر زنهای زیاده در جامعه تاجیکستان است. خوش آمدید. سلام. خوش آمدید. السلام. من بعد زندگی در تاجیکستان قرار کردم کتاب خود را نویسم. من قصه های زیادی شنیده با نفران جالبی واخوردم. من کمی زبان را آموختم و این کشور را خیلی دوست داشتم. برای من زندگی زنان و هم قصه ها درباره زنان خیلی قابل توجه بود. برایم تعجب آور این بود که تا حال کتاب درباره حیات زنان در تاجیکستان و بخصوص درباره زندگی این جمهوری جوان به زبان انگلیسی نشر نشده است. نخست من به نوشتن قصه ها شروع کردم و بعدم به قرار رسیدم که این باید یک رمان شود. در آغاز نوشته های من حکایه های خرد بود و بعداً به یک رمان تبدیل شد. چرا توجه شما را محض زنها کشیدند؟ من از مناسبت و طرز زندگی زنهای تاجیک به حیرت آمدم. همسران بسیاری آنها به روسیه برای کار می روند. بسیاری آنها از پیامدهای جنگ شهروندی خیلی ضرر دیدند. بعد پشتخوری شوروی مسئله بیکاری پیدا شد. ولی آنها نمی هراسند و خیلی کورچالانند. آنها خیلی قوی هستند و از همین خصلت‌های زنهای تاجیکستان به وجد می آید. چیز دیگری که در رابطه با زنهای تاجیک گفتن می‌خواستم این از دست رفتن حقوقشان می باشد. بعد پشتخوری اتحادیه شوروی به فکر من این مسئله درست آموخته نشده است. اسم کتاب همسر سرکش از کجا پیدا شد؟ در اصل این کتاب دو قهرمان اساسی دارد. یکی زن تاجیک و دیگری زن بریتانیایی است که در اینجا کار میکند. هر دوی آنها سرکش ولی کاملا از هم فرق میکنند. زن تاجیک آن است که از شوهر خود جدا شده زندگی را از صفر شروع کرده است. او کار یافته از این حساب عائله و والدانش را نگاه بینی میکند. او برای آن سرکش است که از همسرش جدا شده است. و زن بریتانیایی آن است که به نرگس کار داده است؟ بله، این یک زن خیلی معمولی خارجی است که در کشور دیگر کار و زندگی میکند. من در دولت‌های خارجی زیاد کار کردم و چنین زنها را خیلی زیاد دیدم. باید تاکید کنم که قهرمان‌های این کتاب شخصانی واقعی نیستند. آنها تنها ابرز هستند. این زن از قبیل آنهایی است که برای کار به یک کشور خارجی رفته خود را در انزوای فرهنگی گذاشته است. با کسی از ساکنان محلی رابطه ندارند. این زن بریتانیایی کاملا تنها بودن نمیداند با کدام رو از این انزوا بیرون شده به یک جهان تاجیکی وارد شود. چون که در این کشور شماری خیلی کمی مردم انگلیسی صحبت کرده، خارجی ها با سبب ندانستن زبان نمیدونند چطور به این جامعه هوامیش یابند. آنیکا، یعنی این اثر شما درباره چالش‌هایی است که زن‌های تاجیک همه‌روزه با آنها روبرو می‌شوند؟ پس به فکر شما خارجی‌ها از زن‌های تاجیک چی را آموخته می‌توانند؟ To the British woman. From my point of view, I think the first really important
پیش از همه از نظر من خارجی های زیاد زندگی و امکاناتی را که در زندگی دارند قدر نمی کنند. آنها عادت کردند که بسیار شکایت کنند، آنها کاری برای کردن ندارند و در کشوری که افتادن نمیتونند با چی مشغول شوند. منظور من حال همسران خارجی است که شوهرانشان را در این مسافرت های کاری همراهی میکنند. من مردهایی را هم دیدم که همسران کارگر خود را در تاجیکستان همراهی میکنند. به فکر من بعضی از این افراد باید بیدار شوند و اعتراف کنند که در زندگیشان برتریت و امکانات های نهفته زیاد دارند. درسی که زن بریتانیایی از این خانم تاجیک آموخته است این است که او زندگی خود را بازنگری میکند. از خود سوال میکند که چرا من هم همین طور بیکار نشستم، از حیات خود شکایت میکنم. اینجا زنی هست که شرایط من و یا امکانات های مالی ندارد، مثل من سفر نمیکند. در نهایت این زن با احترام زیاد به این زن مناسبت کرده از او به وجد میآید. در آغاز او خیلی مغرور و بی‌پسند است. رابطش را با نرگس مثل بای و خدمتگار به راه مانده است. از سوی دیگر نرگس هم در آغاز نمیخواهد با حریت این زن بریتانیایی روابط دوستانه داشته باشد، ولی در ادامه قصه وقتی آنها با هم بیشتر روبرو میمانند به هم انس میگیرند و همچون زن یاوری همدیگر میشوند. من هنوز امکان خواندن تمام کتاب شما را نداشتم، تنها چند پاره آن را خواندم و دیدم که در بعضی موردها شما به نقش کارمندان سازمان‌های بین‌المللی خارجی ها در تاجیکستان با نظر انتقادی نگاه میکنید. از جمله میگوید که برخی از آنها زندگی واقعی مردم عادی را از کابینت های آفیس های خود دیده بعداً از گزارش های تحلیلی بهاگذاری میکنند. در این باره بگویید. بله، آنجا تنها چند جمله در این باره هست. در قصه زنی خارجی خودش هم خیلی آزرده است. او از افرادی که در دایره آنها میچرخد و آنها را در بزم و خوشگذرانی ها میبیند از کارمندان سفارت و سازمان های بین‌المللی آزرده است، چون که احساس میکند که به او با نظری بلند همچون به یک زن خونشین نگاه میکنند. نرگس هم احساس میکند که مثل یک شبح است، چون در مهمانی های حریت میبیند که کسی وجودی را در این محفل ها احساس نمیکند. من این گونه سرنوشت ها را زیاد دیدم. پیش از زندگی در دوشنبه در سازمان‌های زیادی بین‌المللی کار کردم. من که آنتروپولوژ هستم در پروژه‌های زیادی تحقیقاتی کار کردم و من بسیار دیدم که نفران مشغول در این ساحه‌ها حتی دانشمندان بیشتر با کامپیوتر کار می‌کنند. آنها با رقم و معلومات سر و کار دارند و از آفیس‌های خود بیرون شدن نمی‌خواهند. آنها نمی‌خواهند با آدمان واقعی صحبت کنند. نرگس هم وقتی به همه این صحبت‌ها گوش می‌کند روزی از خود می‌پرسد که چرا چنین نانما است. Why am I so invisible? از سوی دیگر شما فکر نمی‌کنید که نقش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق زنان در تاجیکستان در بیداری زنها خیلی مهم بوده است؟ آنها توانستند وضع را کمی تغییر دهند. به فکر من سازمان‌های بین‌المللی باید به سازمان‌های جمعیتی محلی کمک کنند و هر تغییراتی که روز می شود باید با نیروی خود مردم تاجیک شود. منظورم روز باید تحولات در سمت تغییر سنت‌ها شود. این اندیشه را از زبان آنتروپولوژ هم زیاد شنیدم. ممکن است که میگن روز تا روز در تاجیکستان مردم بیشتر محافظه‌کار میشوند و این چیز به زندگی زنها هم تاثیر میرساند. اگر این چیز برای زنها مشکل ایجاد کند پس آنها باید وضع را تغییر دهند. اون سازمان‌هایی که در تاجیکستان کار میکنند به اعتماد من در این سمت کاری خیلی زیاد انجام میدهند، ولی اگر این تشبس‌ها از بالا شود نتیجه کم می شود. به نظر من نظام دادگستری، پلیس، خدمات اجتماعی باید فعالتر شود و از بخصوص در روستاها باید تغییر یابد تا مردم به حقوق شناسا دسترسی داشته باشند. یعنی این تغییرات را خود تاجیک‌ها باید انجام دهند، چون نشود که کسی از بالا ایستاده به آنها این را بار میکند. زمان زندگی در تاجیکستان شما احساس کردید که در جامعه عقیده‌های افراطی پیدا می‌شوند؟ نه، اکثری وقتی من در دوشنبه گذشته است. من ندیدم که جمعه دوشنبه تا کدام اندازه تندگرا باشد. من هیچگاه در اندیشه این نبودم که باید سر و لباس مخصوصی پوشم. البته من در کوچه ها با بیکینی نمیگشتم. من در دولت‌های دیگر هم زندگی کردم، مثلا در مصر و یا در سومالی. اونجا وضع کاملا دیگر است. در سومالی جامعه از نظر مناسبت به مذهب و فرهنگش خیلی تندگرا است. به نظر من جمعه دوشنبه خیلی زمانه‌ای است، ولی من میدیدم که وقتی مسئله سر زنان است، مثلا اگر زن
نخواهد با شوهرش زندگی کند و یا از او جدا شود، چرا همیشه زن باید گناهکار باشد؟ این سوالها بیشتر در ذهن من میچرخیدند، ولی تندگرایی نه. بعد باید گفت که من در دوره دیگرتر زندگی کردم. اون وقت تهدیدهای مثل گروه دولت اسلامی اصلا نبود. سال 2008 که من اونجا بودم چند ترکیش خورده رخ داد، ولی من هیچ احساس نکردم که مردم در اونجا آماده هستند افراطی شوند. چون که تندگرایی به معنای ناامیدی است. وقتی اقتصاد به دست و کار نیست، آدمان فکر میکنند که دیگر راهی به جز تندگرا شدن نمیماند. ولی من راضیم که به جوانها برای بهتر کردن زندگیشان کمک کردن لازم است. در این صورت آنها هیچگاه به سوریه نمیروند، چون که از چیز بسیاری محروم میشوند. در اثر شما واژه و کلمه های تاجیکی هم زیاد استفاده شده است، مثل شیرین، خدای من، نان، کرته و غیره. این کلمه ها واقعا هم اثر را زیبا و شیرین می کنند. درباره این تصمیم خود بگویید. وقتی من اونجا بودم زبان تاجیکی رو آموختم. متاسفانه امروز من بسیار چیزها رو فراموش کردم. بعد آن من باید زبان عربی و ایتالیایی رو می‌آموختم. مدتی هم در بین این سفرها در بریتانیا زندگی کردم و متاسفانه وقتی شما زبان رو استفاده نمی‌کنید تدریجا فراموش می‌شود. من زبان تاجیکی رو خیلی دوست می‌دارم. به من پسند است که نام زن‌های تاجیکی رو با اسم گل‌ها می‌گذارند. برای همین هم من از این کلمه‌ها در کتاب استفاده کردم. مادر نرگس گولیا همیشه ضرب المثل رو به زبان می‌آورد. من عاشق زبان او شدم. کلمه های تاجیکی زبان کتابم را غنی کردند. اگر من ترجمه انگلیسی آنها را استفاده می کردم، مزه‌اش دیگر می شد. در آخر کتاب من ترجمه این کلمه ها را نوشتم. مثلا اسلام، اخسقال، کلین، دوچکا، ازور، کورتا، خدای من، خوشتومن و یا ترجمه نام ها را هم آوردم. نرگس، لاله، گولیا، گول، پیچین، صندوق، سفسن. اسم زنی که یک قهرمان مهم دیگری کتاب است، شوربو، تپچند. من از این اختراع خیلی خوشم میآید. من در هیچ کجای دنیا تپچند رو ندیدم. تمام محتوای تپچند هم خیلی جالب است که تو در روی آن میخوابی و ششلیکت رو میخوری. اسما، آشو برنج، نان و دیگرها. من امیدوارم که این قصه تخیلی مرا مردم میخوانند. بسیار امیدوارم که این کتاب میتواند نفران زیاد بخصوص زنهای نویسنده را برای نوشتن قصه درباره تاجیکستان تشویق میکند. کتاب من نباید تنها رمان درباره تاجیکستان باشد. زنهای جوان و دیگر سن و سال در تاجیکستان باید از این کتاب الهام گرفته خودشان از پی نوشتن شوند و کتابهایشان چاپ شود. رحمت. Thank you very much. Annika Miličić-Stenley, an author of a new novel about Tajik women, The Disobedient Wife, was with us from Rome, Italy.